به فکر شما شخص پیش از مهاجرت باید چگونه آماده شود برای سفر؟ хотя бы я руси را بدونه بو خوب باشه خیلی با دلشی بولشی یاد میگیره اونجا فقط زبان روسی رو داند کافی است؟ او زبان روسی را بدونه хотя бы ده برای که بیشتر میرن از همون دوگده هم ایستاده روسی را گذاشتن نمیتونه хотя бы روسی را بدونه پس بو خیلی یاد میگیرن همشه چه یگان کسب داشته باشه در روسیه فقط وارد کشی در کار نیست و یگان کسب داشته باشه با خودش. خیلی خوب. آیا در تاجیکستان همین مکتب‌ها در همه جا هستن که بچه‌ها رفته کسب آموزن؟ همه جا هست. شرایط خما از نسبت شرایط دوره شوروی نقصر خوبتر. شما یگان مکتب کسب آموزی را میدانید؟ کسب آموزی را خیلی مرکزی کسب آموزی قلمه اون وجود هسته کو آدما میروند چی میکنن بسیار خب باید پیشکی تیاریشون بینن آخه بر مقصد کسب و هنرشون هیران اونجا همون کسب هنرشون قدی کار کرده بودن عروبا نکشن اوری توجیک پس بشن. بعضی بچه‌ها هستن که بعد ختم صنف 11 یک بار به مهاجرت میرن بدون یگان آمادگی چیز همدا در اونجا به چی حالت روبرو میشوند شما کی بوده؟ اونجا میرن با عذاب میکشن نه کسب دارن نه هنر دارن. خیلی ما هم رفتیم خیلی یاد گرفتیم کسب هنر زوادی ببل 6-7 سال کار کردیم همین چیزا همش یاد گرفتیم اونجا. اول رفته یگان کسب هنر نداشت؟ نه اونجا رفتیم با هم مهاجرت یاد گرفتیم با اومدیم اینجا قریب 12 سال شد کار میکردیم تاجیکستان. چه حالت روبرو شد وقتی رفتید یگان کسب هنر نداشته؟ رفتیم میگه حتی همسایه بودمون همون زواد اول کار میکردیم با استاد هم تا استاد شدیم با مستری کلان شدیم. اما جو هست کالج هم هست چی هم هست پتو هم هست لیبو چی هست اوزی چیز در کار هست کسب میآموزم هم تیار کرده روی میکنن که مهاجر را هم چیاش هست. یعنی متخصص بهتر است از آدم غیر اختصاص. قردور با سر زده چه مرا بکشی کسب قردور سر کاری چرک نمیکنن کاری افلاس نمیکنن کاری حلالی تازه میکنن میگن زبانی مردم. همینجا کسب میآموزیم من اینجا که واسه کو وزارت شغل اهالی مؤسسه کسب آموزی و کلان سالان هست در اونجا کسب آموخته مدت 3 ماه 6 ماه هست پس در اونجا خودشون هست دارن که مثال با مهاجر روی میکنن خیلی هست همون خودم که متخصص که هستیم خودم میره همونجا کار جویده کار میکنیم. در روسیه بیشتر بچهای تاجیک که میروند از تاجیکستان آیا صاحب یگان اختصاص هستن یا همه خیلی توکل میرن؟ حق چه فهمونیم 50% اختصاص و 50% به اختصاص پس وقتی که کار کارش و نوکیش اختصاص باشه با ماده یاد گیرسام میگیره خیلی هست. البته به یگان اختصاص میرن با چی روبرو میشن با چه حالت؟ ها بسیار عذاب میکشن بیکار بسیار میمونن اکثرش که متخصص هستن اونها تسال کار میکنن